بریم صفحه 9. وادید خیلی خوب تمرین کنید. توی الکساندر یورمان ایز کرانیا پوپوکلیتسوی آرکیتکت. خب پس این آقای الکساندر یورمان هست، از شهر کران هست و شغلش هم در واقع معمار هستش. حالا شما اینو برای افراد دیگه هم میگید، جمله ها رو خودتون میسازید، من فقط بگم یعنی چی. کوبیوژ کاوچیچ از کامنیک هستش و در واقع استرانیک هست، دکتره. وید هریبار از پیران هسته، شهر خیلی زیباییه. پرودایالتس از فروشنده است، فروشنده توی مثلا مغازه میتونه باشه، فروشگاه باشه. ماتیاژ پوتوچنیک هست از ماریبور، اکونومیست هستش، این هم اقتصاددانه. آلیاش پتک از تولمین هست و پسیولوگ، ایشون هم روانشناس. میریم ردیف بعدی. توی آنا پودبریگار ایز پستوین پوکلیتسوی اوچیتلیتسو، ایشون هم خانم معلمن. بعد نژا اوبلاک ایز لوبلیانه استراونیتسا، پس میبینیم مقایسه کرده که اون استرانیک بود بالا، اینجا استرانیتساست برای اینکه ایشون یه خانمه. بعد دارم خیلی خوب فرانچیشکا پولیچ سژانه پرودایالکا، خب ایشون ها فروشنده است، اون پرودایالتس و این پرودایالکا. بس دقت کنید، ماژیک بردارید، هایلایت کنید دیگه تو کتابتون، معنیاش هم بنویسید. یوژیتسا بوکوویتس خیلی خوب از مورسک سوبوته و اکونومیست که ایشون هم در واقع اقتصاددانن ولی خانوم هستن. شپیلا ژنیدارشیچ از ایزنوبگوریتسه و پسیولوژینیا. خیلی خوب. کاتر پوکلیس شپوزنات ناپیشیده. خیلی خوب، اگه شما شغل دیگه ای رو بلدید، بهش برخورد کردید، اینجا بنویسید. پس یه این تکلیف شماست. موی پروفیل. خیلی خوب، من هم پروفایلی هستش مثلا شما درست میکنید و اینها، پس من توی این بخش موی پروفیل بهتون یه نکاتی رو بگم. پروفیل هم پروفایل هستش. ایمیل پریمک، خب این فرم، شما هر جا میرید فرم باید پر کنید، حداقلش بچه‌ها اینو یاد بگیرید که از یه نفر دیگه نخواهید یه فرم ساده رو به شما کمک کنه که پر کنید. درست شد؟ ایمیل پریمک، نام و نام خانوادگی. خیلی خوب، حالا شما به من بگید ببینم آقای علی اصلانی، ایمیل میشه چی؟ علی. آفرین. پریمک میشه چی؟ اصلانی. خیلی خوب، درست شد. پس اسمتون رو گفتید، اسم فامیلتون رو هم گفتید. سپول میتونه ژنسکی سپول یا مشکی سپول باشه دیگه، از اول گرامر من دارم میگم دیگه. جنسیت مشکی، ژنسکی مشخصه. داتوم رویستوا تاریخ تولده. داتوم یعنی تاریخ، روینی متولد شدن، رویستوا تولد، از همون ریشه میاد. داتوم رویستوا تاریخ تولد که نوشته ناسلو آدرس شماست. ناسلو آدرس شما هست. پس مثلا ناسلو، خب پس این خیلی مهمه، شما هر جا میرین آدرستون رو میخوان. بعد این ناسلو آدرس ایمیل شماست. پس شد چی؟ این ناسلو آدرس ایمیلتونه. مستو شهری که توش زندگی میکنید، محل اقامت شماست. سپلتناستران این همیشه اون صفحه وبسایتی هرچی دارید و میگید. خب دوستایی که تو گرامر خیلی دقیقاً بعد میان به من میگن که این چرا شد سپلتناستران؟ خب سپلت صفحه در واقع همون اینترنت ایشون. خب سپلتناستران برای اینکه استران ژنسکی سپوله. ما ببخشید استثناهایی داریم که اینا رو هم من توی سطوح بالاتر همه رو براتون میگم. تو امتحان سطح در واقع اسنونی رانی یا سطح مبتدی اصلا لازم نیست، ولی خب من تو سطوح بالاتر مثلا میگم امتحان سطوح مثلا سرتنی رانی، ویشینی رانی لازمه. ببینید استران صفحه جنسیتش مؤنث اما هیچ پایان مؤنثی نداره، همچه استثنایی هم هست. خب حالا پوکلیت هم شغله. اون بخش زرد رنگ سمت چپ رو میخونم. دوگا اولیتسا شترنایست و شترین دوایستی دروگی.
خب تاریخ رو گفته و تاریخ تولدش رو 26. خیلی خب اینها مثلا 1976 رو عین ما میخونن. تو انگلیسی میگیم 1976 اینا قشنگ از اون هزارش میگیرن میخونن همشو. خیلی خب بعد میریم سراغ علامت هایی که حالا من در قصه زرد رنگ راستو میخونم. افنا، پیکا. افنا همون ادساین هست، پیکا نقطه است، چرتیتس سپودای آندرلاین هستش، خطی که تو ایمیل میذارم، مینوس. یه نفر میخواد ایمیلشو بگه بدونه. مثلا ایمیل صفحه که ما داریم و ازش استفاده میکنیم هست چی؟ پرسلوونیا، درست شد؟ پرسلوونیا افنا گمیل پیکا کم. پس اون در واقع یا افنا یاهو پیکا کم. خیلی خوب، اینم از صفحه 9. یه کمی وقت دارم، صفحه 10 هم میگم بگم ها، خیلی سخت نیست. بریم قسمت بالای صفحه 10 میگه پوویژیت اپراشانیا این اتگوباره، وصل کنید سوالات رو به پاسخ ها. خیلی خوب، سوالات چی هن؟ کاکوتی ایمه یرنی. خیلی خوب، سعی کنید ویدیو رو نگه دارین، خودتون انجام بدین، بعد بیاین با من انجام بدین، ببین درست انجام دادین. کایسی پوپوکلیتسو انژینیر، کاکوس پیشش فامیلی چیه؟ پتروویتس. اسمش هستش یرنی پتروویتس. پس کاکوتی ایمه اسمش چیه؟ یرنی. کاکوس پیشش فامیلی چیه؟ پتروویتس. اتکوتسی از ماریبورا. ایماش این اصلو آدرس ایمیل داری؟ یا یرنی پیکا بی افنا سیول پیکا نت. خیلی خوب، کاتر یزی که گوباریش چه زبانهایی حرف میزنی؟ به چه زبانهایی حرف میزنی؟ یا چه زبانهایی را حرف میزنی؟ اسلوونسکو، انگلیشکو، این هرباشکو. اسلوونیایی، انگلیسی و کرواسیایی. اوسبنا اسکازنیتسا یعنی اون مدرک در واقع شناسایی. مثلا مثل ایران ما کارت ملی داریم. روی خب میگه که اسپولنیده اوسبنو اسکازنیتسا، از این رو کامل کنید. ایمه اسم، پیری ایمه، نام خانوادگی بر اساس اطلاعات بالا کامل میکنید. درجاوا، کشور، ناسلو، آدرس، پوکلیتس، شغل. پودپیس هم امضا هست. پودپیس انتهای همه فرما پودپیس میبینید یعنی امضا. بعد میگه اسپولنیده اوسبنو اسکازنیتسا سسبویمی پوداتکی. حالا با اطلاعات خودتون کامل کنید. مثلا ایمه علی، پیری ایمه مثلا اصلانی، درجاوا ایران، ناسلو هرچی که هست، پوکلیتس مثلا شغلشون انژینیر هست مینویسه، پودپیس هم که امضا میکنه. بعد حالا این رو حالا میگه که اسپولنیده اوسبنو اسکازنیتسا سوشولتسا علی سوشولکو. اینو کامل کنید برای، من ستون راستو میخونم، کامل کنید برای همکلاسیتون. زا سوشولت سا، این بوده سوشولتس یعنی همکلاسی مرد. زا اومده چه ترتیز کلون شده زا سوشولت سا. آلی سوشولکا بوده شده زا سوشولکو. برای همکلاسی خانم یا آقا بپرسید و کامل کنید. اون پایین هم هرچی اطلاعات به دست آوردید تو این دوتا کارت، تو این کارت نوشتیم، پایین جمله بسازید. از یه پسری پرسیدم مثلا موی پریاتل یه مثلا مارک، خب پس دوست من اسمش مارکه، ایز مثلا سربیه، اهل سربستانه، پوپوکلیتسو یه انژینیر مثلا. بعدی هم بگیم مویا پریاتلیسا، اون خانم دوست من مویا پریاتلیسا یه آنا ایز هرباشکه و پوپوکلیتسو یه انژینیرکا. خیلی خوب، اینم هستیم.